اینورا، صفیه رو به تو میگذارم. یاسین، تو از پی روباه میشوی. خوب شده است. جاهید، تو با من بیا. میرویم، زود باشد. تو اینجا بمان. در قبرستانند.
هنوز هم همانها انجایید. هیچ جدا نشدن از آنجا. قماندان؟ یاسین؟ افسوس اکا. باز وام خورم. پولاد علمدار. جناب، این یگانه رسمی است که روی او را دیده میتوانیم. نشان ده. تو کیستی؟ بازم کلانتر کردن نمیشد. یوسف زنده است. چطور؟ آخر او مرده بود کو؟ همین قدر میدانم که او زنده است و در جستجوی تو. خودت را احتیاط کنی، خوب می شود. از این پس هر کی به شدید می پیوندد من خودم شخصا می بینم. اول دستی من را می بوسند، بیعت می کنند، پسان به شدید می پیوندند. فهمو حضرت.
چی می نوشی؟ چای. نوری رو می جویم. گفتند که در همین جاست. با نوری چی کار داری؟ یک دوستم مرا فرستاد. کی؟ بنیامین فرانکلین. او باز کی؟ این کار را تنها بنیامین کرده نمیتواند. شاهد باز در کار است. خوش آمدید جناب. احوال صفیه چطور است؟ وقتی به بیمارخانه آمدن با جز مشکلات بیماریش دیگر چیزی نداشت. صفیه رو چی کردن فهمیده توانستی؟ دکتران اختصاصمند این مسئولیت را به دوش دارند. همه تحلیل به فرجام رسید. بعدتر باز مفصلتر تحلیل میکنیم. اندک پس وضعی سلامتی خانم صفیه را به تفصیل به شما میگوییم. شتاب کنید حسنو. البته. امنیت یوشیانا را تامین کرده ای؟ همه تدبیرها را اندیشیده ایم. گذشته از آن یک خبری دیگر را باید به شما برسانم. چه خبر؟ پوسد را هم جراحی کردیم. چی؟ با پوسد چی شده است؟ او را در حالی که از او خون میرفت به پیش بیمارخانه آورده پرداختن. خونروی درونی دارد. کنی بگو کار چی شد؟ همه آدمانم را به همه جایهایی که با پوسد متعلق است فرستادم. به قمارخانه آمده به سر آدمان من هجوم کرده است. مرا در مکان اساسی خود در حالتی که در کرسی او نشسته بودم دیده دیوانه شد و به سر من هجوم کرد. تو چی کار کردی؟ هر چی ضروری بود کردم. کارت زدم. فهمیدم. تو حاضر برو. برای خود یگان جای بخف یاب که اگر این حادثه به گوش پولاد علیمدار رسد دری تو را هم میزنند. جیانی آقای ستار پوسد را خوش ندارد. اگر او را مطمئن سازیم که آقای ستار را پوسد به مرگ برده به منفعت کار است. هرچی گفتم بکن. از من خبر انتظار بشو. من به قراره می آیم که باکی کار بکنیم باکی نه. من تو را گفته بودم که از قمار دور باش استفان. آخرین چندین بلا را به سر تو آورد. چی میگویی؟ پروفسور مارتین اومد. بگو بیاید. خوب شده است. مارتین کیست؟ یکی از راهبان مانیستان است. پروفسور مارتین یک دوستی ماست که صفیه را به ما آورد. این استفان است. همان دادری من که به خاطر او من صفیه را به پولاد دادم.
مرا در وضعیت دشوار گذاشتی. با کثافتی تو من یکی از بزرگترین کازرهایم را از دست دادم. میدانم اندری. توسط صفیه گرفتار کردن پولاد علیمدار برایم آسان میشد. همه زحمت هایم برباد رفت. وعده میدهم اندری، آن دختر را به تو برمیگردانم. با این کار دست نمیزنی. حتی یکم کار نمیکنی. در نزدیکترین فرصت به روسیه برمیگردی. فهمیدی؟ اینک پروفسور، شما را گوش میکنم. آدم زیاد لازم. حاضر نمی شود. حالا در مرکز جنگ قرار دارم. قول داده بودی؟ چند کسی را که خواسته بودی دادم. اما تو زیادتر خواهش میکنی. من باشم به فکرم این خیل وعده نداده بودم. اگر خواستی من میسر گردد، یک ضربه متیش به پولاد علیمدار خواهد بود. این به کار تو هم منفیت آور است. تو پروا نکن پروفسور. من چنان یک ضربه به پولاد علیمدار بزنم که دیگر هیچ احتیاج به یگان ضربه ای تو نمیماند. تو نمیفهمی اندری. من یک نقشه بزرگ دارم. پس بگو چه نقشه داری؟ نمیتوانم. این خیل باشد من هم به تو آدم داده نمیتوانم. در کجا بودن صفیه را میدونی؟ میدانم. من به تو کمک میکنم، لیکن تو به من صفیه را میاری. تو نیروی پولاد و آدمانی او را میدانی. تنی تنها از عهده این کار نمیبرایی. دسته را جمع بکنو، با اولین طیاره به استانبول بیا. کی گفت که من تنی تنهایم؟ در این حمله‌ای که به رافینری کردیم موفق شده ایم. یک مدت چیزی فرستانده نمیتوانند. همین هم کفایه است. چیزی رو که ما با اون احتیاج داشتیم صاحب شدیم. وقت است. یگان جنبش است؟ هنوز نیست. قطاری اونها رو باز 2 برابر افزودم. همه تا سحر به پا میستند. چی گپ است؟ هجومی که به سر اسمیت کردیم به جواب نمیماند. من چنین میحسابم. همینطور؟ آره. میشینیم انتظار که به سر ما هجوم میکنند. وقتی که اومدن جوابی ضروری رو میدهیمشان. بیا. آمادگی به فرجام رسید؟ بله حضرت. دست فرمان شما رو انتظار است. بسیار خوب. این بیگاه هجوم میکنیم. آدمان پولاد علیمدار را از عراق پیش میکنم.
از یوسف هنوزم خبری نیست. همینطور آقای فیبی؟ افسوس که نیست. خوش آمدی مته. سلامت باشید. چشممان در راه 4 میماند مته. امیدوارم که احوال خانم سمری بد نیست. آره، بسیار افسوس که عاجلا باید به لندن میرفتم. در لندن به یگان صدمه گرفتار شده چی؟ اگرچه از این خبر نداشته باشم هم، ولی آره، گرفتار یک صدمه خورد شدم. شفای کامل. تشکر فهمی بای. درک خواجه را اقلا یافتید؟ آره، اما افسوس که گردی او را باید دیواری مستحکم پیچانده بودند. بر اثر هجوم آخرین ما پولاد به حمایه او تدبیرهای جدی‌تر اندیشیده است. شما کسی را که هجوم ما را برهم زد یافتید؟ اما فهمیدن میخواهم که خواجه با چه کارها مشغول است. متاسفانه نیافتم فهمی بای، اما فهمیدم که حالا خواجه با چه کارها مشغول است. برای احاله مواد سوخت آمادگی میگیرند. من از این خبر دارم. غیر از این یک نقشه هم ساختم. دیگر هیچ چیز نبرآمد سردار. مرا پرسیده ای؟ نوری تویی؟ فرض کردیم که منم. چی میخواهی؟ به شدید پیوست شدن میخواهم. نظارت در گمرک سخت شده است. از هر که شبه کنند گذشته نمیمانند. دین 3 کس را برگرداندند. من باید بگذرم. پگاه سحری یک گروه خرد سرحد را گذشته نیست، اما به سر هر آدم $500 طلب میکنند. خدا شفا بخشد جان پولاد. سلامت باش. صفیه چه احوال دارد؟ هنوز یگان خبری نیست. پسد در جراحی است. پوست را از جراحی برآوردیم جناب. احوالش چطور است؟ از زخم کرد خونی بسیار رفته است. حالا احوالش خوب است، اما هنوز خطر خونروی وجود دارد. تشکر جناب دکتر. کی او را کار زده است میدانید؟ نمیدانم. به هوش که آید از خودش میپرسیم که کی بوده است.
چی شده حسنا؟ به جان خانم صفیه خطری هیچ تهدید ندارد، اما چی اما؟ هنوز هم فلج است. خانم همشیره، ба хонами Сафия ситрукумини заҳролу доданд. او چی درست؟ як заҳрест ки дар ҳаҷми калон дода мешавад. яъне он як заҳрест ки аз ҳамон лаҳзае ки вориди бадан мешавад ҳамаи узвҳоро фалаҷ мегардонад. ин заҳрро аслан барои сагҳои кӯча истифода мебаранд. бешарафҳо шифо меёбад? ба ӯ антикор медиҳем. аввал бояд вокуниши баданашро бубинем. танҳо он вақт метавонем ягон чизи мушаххас бигӯем. بسیار خوب میکنی پسرم. هیچ وقت کوشش را از دست مده. دکترها از این پیشروی های تو آگاهی دارند؟ وقتی نظارتشان فرا رسد خودشان می آیند. اینها را تو کشیده ای همین طور نه؟ گفته بودی که همه اشان را محو کرده؟ اینها نوند. از نو به کشیدن آغاز کردم. این بهترین خوشخبر است. خیر، پروژه ها در کدام درجه است؟ اگر خواهی مهندس ها را جلب بکنم. من هم از شما همین را خواهش کردنی بودم. اگر ملاقات مرا با مهندسان سازمان بدهید من مصلحت آنها را میگیرم. البته حتما تنظیم میدیم. خرسند شدم که فکر دور دیگر کرده ای کنن. بعضی فکرهای دیگرم را نیزی بس کردم. اگر به با برخیزم به فعالیت هولدینگ هم مشغول میشم. بسیار اندیشیدم و دریافتم که شما حق بوده اید. ما باید خیلی قوی باشیم. در همه جهد و تلاش های شما در پهلویتان بودن میخواهم. هرچی تو میخواهی پسرم. این لحظه خرسند شدم که تو به پا برخاسته ای. همین را درک کردم که هر کاری که من نمی کنم تا نام خاندانی صفیه قرخانلی است، او هدف اهل مانستان شوالیه می گردد.
ман ягон кор бояд бикунам ака. آره باید بکنی جاهید. به خاطر نام خاندانش کوشش میکنن که او را خانه‌دار کنند. تو باید پیشتر از آنها با او ازدواج کنی. ака инро аз ман хоҳиш накунед. ассалому алейкум. خانم صفیه چشمانش را گشود. به گپ زدن در آمد. مرحمت، می توانید خودتان ببینید. اکا صفیه جانم خوب هستی؟ با من چی شد؟ آخرین بار یک جای خوراکخوری رفته بودیم. оре ман барои элифро бурдан аз шумо ҷудо шуда будам. ту бо профессор мартин бимондӣ. بله همراه مارتین خوراک میخوردیم. پس آن چی شد صفیه؟ در خاطر ندارم. вақте ки ман омадам рафта будаед. ҳамроҳ рафта будаед аз қаҳвахона. هیچ چیز رو به خاطر آورده نمیتوانم. میلش تو خوب هستی، این مهمتر است. بیا دیگر عذابش ندی. آنقدر سروسیمه نشو، از اینجا میدان مینه سر می شود. از پس من پا بگذارید.
ایستا! شتابید! ماشین زیاد ایستاده نمیتواند. 3 کس مرد. زودتر! انتظار بشوید. هجوم کنید. سر کردیم. برویم. عقب نشینی میکنیم. میرویم. آتش رو بس کنید. همه جا رو نظارت کنید. کسی زنده نمونه. جمع بشوید. اکنون نوبت هجوم ما شد. جاهید همین جایم. کمی آب میدهی؟ هنوز هم هیچ چیز رو به خاطر آوردن نمیتوانم. تو دیگر این چیزها رو فکر نکن. تو این بگاهی جونرم در نزد من ایستاده میتوانی؟ همین جایم. هیچ جا نمیروم. بیا بپوش چشمانت را.
Aşkın olmasa döner miyim bir başıma? Aşkın olmasa an durur, zaman gelir. Aşkın olmasa güneş donar, ay söner. Aşkın olmasa ölüm gelir, alır gider. талафотмон бисёр вазнин аст. 6 нафар мурда, 20 нафар захм бардоштанд. омадани моро медонистанд. аниқ миёни мо хоине ҳаст. الو حضرت خلیفه خواتیران وضعیتتان چطور است؟ جناب یک گروهی کلان به ما هجوم کرد. ماشینم را آماده کنید. اطاعت.
من باید یک چیز را به تو بگویم لیلا. درباره صفیه می‌توانی؟ با او یگان چیز شد؟ صفیه خوب است، اما خطر او را تهدید دارد. چی شد؟ التماس فهمون. صفیه از آن روزی که با مارتین رفته بود بی‌درک بود. روبا اندری او را دزدیده بوده است. حاضر وضعیتش خوب است، اما وقتی که ما او را یافتیم فلج بود. خدایا توبه. به او زهر دادند، برای همین وجودش به این حالت آمده است. خیریت که احوالش رو به بهبودی دارد. من باید هر چیز زودتر او را ببینم. ایستا همراه می رویم. خودت رو عذاب ندی. مرا از گفتم پشیمون نکن. از بیمارخانه یگان خبر است ایران؟ با جاهید صحبت داشته بکر. صفیه بسیار خوب بوده است. بیا اکنون آماده شو. مایلش حاضر می آیم. از پوست چی خبر؟ با حسن صحبت کردم. پوست هنوز هم در شعبه احیا است. احوالش معتدل گفت. سلامت باش. من آمادم. پیش از بیمارخانه من زیارت پدر و مادرم رفتنیم. تو با من میروی؟ البته پولاد. من مطمئنم که صفیه را اینجا آوردند. چرا اینقدر مطمئنی؟ من اینجا پیشتر هم آمده بودم، ولی این طور تامینی امنیت را باری نخست میبینم. فهما، من هم اول با آدمانم یک مصلحت بکنم. صبر بکن، با آدمانت مصلحت کن، اما برای در آمدن اشارت مرا انتظار بشو. این باز چه معنی دارد؟ اول من یک درآمد وضعیت را فهمم. اگر صفیه اینجا نباشد بیهوده توکل نمی کنیم. احوال بیمارمان چطور است دکتر؟ احوالش معتدل است، درجه اول. باز چقدر در شعبه احیا می ایستد؟ هنوز هم خفی خونروی موجود است. یک مدت در شعبه احیا بماند خوب میشد. اجازت میدید که به نزدش درآیم؟ با یک مهلت بسیار کم. بیاید او را بیهوده ناراحت نکنید. خوب، ایوالله. من اینطور شدنی کارو نمیخواستم. صبر کن پسر، خودت رو عذاب نده. من از گپی اکا برآمدنی نبودم و اما اون بیشرف من رو مجبور کرد. پسر، این کاری حقی است.
نه، من حتما اون سگ را به مکانی شد پسر، آرام باش، آرام باش. تو حالا استراحت کن، البته چاره‌اش را میابیم. این آینه است که لحظه ازدواج پدرم و مادرم دادم. تو منی و من تویم. خیلی زیبا. پدر و مادر من یک عمری دراز از هم جدا نشدند. وقتی به مادرم نگاه میکردم پدرم را میدیدم، وقتی به پدرم نگاه میکردم مادرم را میدیدم. من و تو هم باید یک آینه بسازیم که تا آخری عمر یک جا باشیم. انشاءالله ما همچنین یک عائله میشویم. کوشش میکنم که مثل خالای نظیفه یک زنی با عفت خاندان شوم. یعنی قبول میکنی؟ چرا قبول میکردم؟ تو آینه من میشوی؟ بله. اگر این طور است. سراینده که با بلندترین قله‌های سنتی توجیک رسیده است، شهریار دولتов. تو برحمی درد دل ما نمیفهمی. شهریار دولتов بعد از سفرهای خارج از کشور کنسرت نوبتی خویش را برپا میکند. بخشیده به سالی نوی ملودی. از کتر نمیبردارم در دل کمالم دارم. شهریار دولتов باز روبروی مخلصان خویش با صورتهای جدید روی صحنه توجیک می آید. برگرد کنارم من بیقرارم. کنسرت نوبتی شهریار دولتov زیر عنوان مجنونی تویم برگزار می گردد. ما که مجنون نبودم تو مرا مجنون کردی. کوخی جمعی 31 دکبر ساعتی 12 و 14. عاشق مشو با دختری ره گذار در دلک جام شوا بخبر. توفای شهریار دولت در سالی نوی ملودی مخفی خواهند بان. تلفن ها برای تماس شیتوبه. ایر پرودکشن پیشنهاد میکند. گروهی پروفسیونالی به نوارگیری توی داماد و عروسی، کنسرت، کلیپ، ریکلاما، فرمایشی ماشین یعنی کارتج فراهم است.
تجهیزات‌ها، ورتالیات، کران، ریل، استدیکام، GoPro، فرمت‌های HD، Full HD، عکس بردار، آرایشی صحنه، کاربران آدرس. تلفن ها 918 20 33 33 919 20 33 33. این شرکت بحث شما را در نوای خاطرمان رنگین می‌کند. شرکت ایر پروداکشن، این صفت و یادداشت شیرین. ҳар лаҳзаи ҳаёт ширин асту гуворо. ширкати ата як қатор маҳсулоти қаннодии наву хуштам ва хушсифатро истеҳсол намудааст. шумо метавонед шириниҳои ширкати атаро аз фурӯшгоҳҳои шаҳри душанбе ва дигар марказҳои савдои ҷумҳурӣ дастрас намоед. шитобед, шириниҳои мо хушбахтии хонадони шумо. با 0023 و 0024 زنگ زنید. کد موسیقی را گرفته دکمه دعوت را پخش نمایید. اگر در ملک بیگانه غریب و بینو بچه باشه سبزینه دلش روشه بکنه بچه باشه سبزینه ما کی مجنون نبودم تو مرا مجنون کردی به حال شام تنهایی به حال خانه بیتو به حال ربانی لا لا بیا بیا نزدیک من عشق بی نزدیل من راه میکن با حال دل فرشته زمین موی سرت شیر جزید امردک تو شیدای پیر برد تبابتش که در شهر الجزایر در بدر میگردم و تا تو را پیدا کنم چون که تو خوشنمایی خوش آمدی اندری. سلامت باش. مادامی که پیشنهاد مرا پذیرفته‌ای گمان میکنم که به قرار آمده باشی. در همکاری با تو هم، اما دوستی را با وقتی دیگر با میگذاریم. قبول؟ راستی این رفتاری که تو داری خود عرض گذاشتن به دوستی است. قتل شدن دوستانی من مرا همیشه ناراحت میگرداند. آن وضعیت نامطلوب به گمانم دیگر تکرار نمی شود. در کدام سوها همکاری میکنیم؟ میدونی چی؟ با امید پولاد علیمدار هر دوی ما در بخش انرژی ضرر دیدیم، اما اکنون وقت تلافات او رسیده است. چه نقشه داری؟ پولاد علیمدار همراه خواجه جهت اشتراک به احاله برای مواد سوخت آمادگی میگیرند. ما پیش راه آنها را باید بگیریم. تو که صاحب رفینری در تندر شرکت ورزیدن نمیتوانی، ولی اگر نویل را نمیکشتی من شرکت کرده میتوانستم. جای ما را در احاله دیگر شخصان عوض کردند. اگر این طور باشد کار من از چی عبارت می شود؟ آدمی که منظور من است همه شرط و شرایط را رعایت می کند، اما یک مسئله هنوز حل نشده مانده است. آن چی مسئله بوده است؟ آدمی ما حتما به احاله باید شرکت بورزد.
چیزی که از تو من میخواستم این است، تا رفتن از به ای حالا آدمی ما را تو محافظت میکنی. هیچ گپ نیست دخترم، تو آرام شو. من با دکتر صحبت کردم، سلامتی تو خوب است، تشویش نکش، آرام باش دخترم. با شما چی شد؟ ای وای، با او چی شد؟ با او کمک کنید، التماس کمک کنید. خوب هستی؟ کوشوید دوره رو کوشوید، خواهش میکنم. خوب هستی؟ بچه چی شد؟ شد همه یک طرف است. یردم کنید. او رو زود برید. برداشتید؟ شتاب کنید. اویسته تر. اویسته. انا میتونم. اویسته. ایجو. انا. همین خیلی. رفتیم. زودتر. ایجو. فشارش خیلی پس شده است. نزدیک بیمارخانه آمده از هوش رفت. شفای کامل. خوب هستید؟ نام شما چیست تمک؟ به فکرم گدو است. شناسنامه دارد؟ خش و تبار دارد خبر دهیم. کمی سیروم دهید تا پس شدن فشار همه جا خوبد. بعد باز من معاینه میکنم. پیری بشوره. همه چیز تحت نظارت است. بسیار خوب، یگان مشکلی نشود. خاطر نشوید. ماشین می آید. ایستو با کجا؟ در پشت آدم دارم. آنها را با باشگاه میبرم. کجا یک بینیم؟ از باشگاه یگان نشانه نمانده است. کی هجوم کرده است؟ آدمانی پولاد علمدار. پس این آدمان رو چیکار کنم؟ با این راه 2 کیلومتر رفت، بعد به چپ کرد. پس از 20 کیلومتر مرکزی فراهمایی است. همانجا بر. فهمو. هجوم کردید؟ موفق نگشتید. خیر، فرض کردیم که بختتان آمد نکرد. فرض کردیم که نقشه تصادفاً برباد رفت. ولی از خودی همان آدمانی که باید نابود میکردید شکست خوردن چه معنی دارد؟ من شما را فرستاده بودم که آدمان پولاد علمدار را بکشید. یک دسته خود شما را سر به سر کشته است. از شما دیگر کجا قماندان میبراید؟
حریفان نالایق. خلیفه چی بگویی؟ مرکزی اساسی فرمانفرمایی رو نیز زیر تصرفشان درآوردند. من فرمان دادم که مرکزی نوی دیگر کشایم. تو برای عقب نشینی کردن فرمان صادر کرده ای؟ مجبور بودم حضرت خلیفه. خلیفه منم. کسی به جای من هیچ فرمان دادن نمیتواند. فرمان عقب نشینی را بیکار میکنیم حضرت خلیفه. نه، حاضر درستترین فرمان همین است. برار این را. سوی جنوب عقب نشینی میکنند. معلوم میشود که از آن که تخمین میکردیم بیشتر موفق گشته ایم. احوال آن پیر چخیل است؟ 3-5 دقیقه پیش تمام شد. فشارش معتدل گشت. یک بینیم شاید برای تمگرافی بفرستیم. او به کجا رفت؟ معلوم می شود که خودش را خوب حس کرده برآمده رفته است. نگاه کنید، پول هم مانده است. فکر کرده است که ما از او پول می طلبیم. با یگان غریب بیچاره دیگر می دهم تا خیر شود. جناب سرمتون با میلو کشور شده است. به این طرف. صفیه؟ چه حال داری جانم؟ خوبم لیلا. امیدوارم تو رو خواطر نکردم. خدا چه احوال داری؟ دکتران گفتن که طبابتم نتیجه خوب داد. من صحت می شوم صفیه. البته که نفس می شوی. من هیچ برعکسش رو فکر نمی کردم. ما رو تو بسیار ترساندی. اما حاضر خوبم. دکتر گفت که با گذشت وقت سلامتی من برقرار می شود. اکا هرچند که خود رو مجبور می کنم هیچ چیز رو به خاطر آوردن نمی توانم. فهمیدم صفیه. اما تا خودت را یاد داری مارتین همراهت بود یا نه؟ بله، اما از اون پس چیزی در خاطرم نیست.
گویا که همه چیز از خاطرم برآمده است. اگر این طور است به تخمین ما هر دویتان را باید همراه دزدیده باشند. از مارتین هنوز هم خبری نیست؟ افسوس که نه. گپ زن مارتین. پولاد علمدار هم در بیمارخانه است. از آنجا برآمدنش را انتظار می‌شویم. رفتن او را انتظار شدن شرط نیست. من در اختیارم به قدر ضروری آدم دارم. اینجا همه آدمان پولادند. اگر از بیمارخانه سلامت برآمدن خواهی به گپ من گوش کن. بسیار خوب. گفتی تو شود. از تو خبر انتظارم. بسیار خرسند شدم که سلامتی تو رو به بهبودی دارد. امیدوارم دیگر مسئله ها هم به نزدیکی حل می شوند. تو و برادرم به همه گونه خوشبختی سزاوارید. واقعا برای خوشبخت شدن سبب هست؟ این برایم بسیار خبری خوش است. مبارک باشد لیلا. تشکر جانکم. شما هم به این روز برسید. آمین. خیر، تو چطوری؟ جاوید چه احوال دارد؟ تصور کردن نمیتوانم که چقدر برایت خواطر است. واقعا یگانه چیزی که برای همدیگر کرده میتوانیم نگرانی است. همه چیز میگذرد صفیه. شما نیز خوشبخت میگردید. البته خوشبخت میگردید. من باوری دارم. من هم باور کردن میخواهم. که انگشترینت را ببینم. ببین. فهمیدید چطور شده بود است آقای ذوالفقار؟ پوسد به قولی که به تو داده است استوار بوده است جان پولاد و جنجال کردن نخواسته است، اما یک آدم به پوسد فشار آورده است. کی بودن او را معین کردی؟ نه، و اما بچه ها را فرمودم که بودنش را معین میکنند. همه جا را میکوبند، پروا نکن. آفیس پوسد را تایفون نام کسی گرفته بوده است. در مکانش آدمان خودش را گذاشته است. آدمان حقی باشند؟ احتمال قوی می رود که آدمی اوست. کسی که باشد او را بیا با ادبش را بده جاهید. فهمیدم اکا. شفای کامل. ای والله. وضعیت چطور است؟ تو رسیدن امر خلیفه در اینجا انتظار میشویم. مایلش. رسیدیم. بیایید فرایید.
اکنون چی می شود؟ من از کجا میدونم؟ حافظه صفیه برقرار می شود خانم؟ متاسفانه هنوز هم چیزی نیفتیم که به برقرار شدن حافظه خانم صفیه مساعدت بکند. در این حالت هنوز هم چیزی مشخص گفته نمیتوانیم. خب اگر ما او را هر زمان از جای حادثه پرس و پاس بکنیم یگان منفعت هست؟ چنان که گفتم ما برای همه چیز را سنجیدن مجبوریم که آمادگی بگیریم. فهمیدم محترم دکتر. تشکر از شما. هیچ گپ نیست، سلامت باشید. الیف خبر دارد؟ هنوز نه. کی میداند چقدر خرسند می شود. آن روز او هم لباس عروسی پوشیده نیست. خیلی خوب می شد. الیف در کجاست؟ او رو برای چی نآوردید؟ او رو چنان پزمان شدم که پولاد نخواست که تو رو در این حال دیده محزون بگردد. چه گپ است خانم ها؟ چه خبر شده؟ یا مرا غیبت داشتید؟ نه جانم، چرا باید تو رو غیبت میکردیم؟ اکا من الیف رو بسیار پزمان شدم. اجازت میدادید که او هم به نزدم می آمد. خب جانم، هر چی تو میخواهی. ارهن را زنگ میزنم، او را میارد. اکنون شما را تنها گذارم تا صحبتتان را دوام دهید. ضرورت ندارد، ما دیگر برای صحبت وقتی بسیار داریم. بله، نازکیت های توی رو من به عهده خودم میگیرم. شما به هیچ کار دخالت نمی کنید. اکا صدقاً تبریک میکنم. باوری دارم که خوشبخت میشوید. تشکر میکنم صفیه. اینجا را چیکار کنیم اکا؟ جمع گیر کنید، تازه کنید، بماند همین خیلیسته. هر کی آید بگذار به یاد بیارد که پیشترین مکان کی بود. با بیرون برایید. تایفون تو هستی؟ بله. یعنی توی چی میخواهی؟ علی یعنی که پوسا نوجوان رو تو کار زده با بیمارخونه فرستاده ها؟ همین هم جوان مردیست مگر؟ جای خالی را که دیدی در آمدن میشینی. وقتی که پر است برای چی نمیایی؟ مال و چیز را که دیدی در میافتی که صاحبین اما مانا.
اینقدر قباحت را که صادر کردی هیچ فکر نکردی که چی پیامد دارد؟ تو هیچ فکر نکردی که این آدم شاید یار و برادر دارد، تقا و عمک دارد؟ فردا که به سرت آمدن چی میگویی شون؟ یا گمان کردی که او را شرمنده میکنی بخبر از آن که خودت شرمنده میگردی؟ این را بکش تا بهانه دیگر نیابی برای رفتن. بکش ابله. اکنون کرد را بکش وگرنه پایت را از زمین کنده نمیتوانی. بکش گفتم. اکنون راه گرد. در را گپ‌های میگفتنی بسیار داریم با هم. همه را زود جمع کن، خلیفه انتظار است. خوب شده است. کنی همه با باششگاه رفتیم. تست. با کجا می رویم؟ به نزد خلیفه. به دستبوسی او می روید و دعایش را می گیرید. جناب، تایفون را لاتوکوب کرده به نزد درمون پرتوفتند. جاهید! کجا باشن؟ نه آمدن مگر؟ حاضر می آیند که مسئله پوست رو چی کردی جاهید؟ چونان که فرموده بودید که آن آدم را به حقی فرستادن، هنوز هم خبری نیست. حقی پیامکی ضروری را گرفت جاهید. از او صدای در نمی آید. پوست که بپا خیست یک مدت از این جاها بیرود تا خاطری من از او جمع شود. خوش آمدی دخترم. سلامت باش پدر جان. پدر با هم چی شد؟ احمد بسیار خوب است دخترم، هیچ جای خواطری نیست. اکا یک چیزی مهم. بیا تا تو را عمک ارهنت بیبرد و با چشمان خودت ببینی. زود برویم التماس. برو عزیزم.
رفتیم. چه شد جناب اسنو؟ من حاضر میفهمم که چی گپ است. فوراً جای جراحی رو آماده کنید. پسد را فوراً به جراحی میبریم. ما انتظار بدیم که بهتر می شود. نفهمیدم برای چی بدتر شد. طاقت کن، طاقت کن. تو را گوش میکنم مارتین. پولاد علیمدار از بیمارخانه برآمد. در کدام حجره بودنی صفیه را هم فهمیدم. این خیل باشد عملیات را آغاز میکنیم. من شما را انتظار میشوم. تا خواهر پولاد علیمدار را نگیریم خونریزی را قطع نمیکنید. خواهر او به تن من، او را گرفته میرویم. بیایید فرایل. شتاب کنید. پاچی چی گپ شد؟ الله رفته سببش رو معاین میکنم. ای خدای خدا. آها چی گپ شد؟ شما ایستید من رفته ببینم. برای
چی برق برای چی خاموش برق شد؟ در خاموش درون شدن؟ بیمار داریم. آرام باشید آرام باشید. چرا خب بودی محبت دیگه نکنید. نمی‌شود. حاضر برق میشه. یا خدایا توبه. شد آرام شوید. در پیش دل بیمار سوز شد. زود باشید. چرا انتظارید؟ در شعبه جراحی الکه برق هست، ولی برای دیگر شعبه‌های بیمارخانه کمی وقت لازم است. این چطور شده است؟ کارشکنی است. سیستم را ویران کردند. چی کار میکنیم اکا؟ ба беморхона ҳуҷум карданд. заду хӯрд давом дорад. چی واقعه ارهان؟ شب خون زدند. کیستان نمیدونیم هنوز. چی؟ نترس جونم، من همین جویم. اکا در راه هست. من الیف رو یک جای با اعتماد میبرم. من شما رو پرتافته هیچ جا نمیروم. زود الиф ҷон, ту бирав. ман ҳоло аз ин ҷо рафта наметавонам. ту бирав. рав элиф, рав ҷонакам. зудтар. این جایها را نظارت کنید. یگان کس نگذرد. حسنو، این لعنتی ها کیا باشند؟ کی بودن آنها هیچ مهم نیست. مهم این است که اینجا آیله آقای پولاد است. هنوز هم تمام نکرده اید؟ کمتر پس می شود. شما کارتان را دوام دهید.
تپش دلش سوز شد. بیمار رو از دست میدین. یکی بلیط رو بده. 150. رفتیم. 200. صفیه در آشیانه دویم در حجره آخرین است. سلامت باش مارتین. این خوبیت را فراموش نمی کنم. باید شتاب کنی. رفتیم. حالا 200. 250.
از جایت نجنب. سلاحت را برتو. راه گرد. سلام صفیه. تو کیستی؟ از ما چی میخواهی؟ فوراً او را بگیرید. میرویم. من به زنهایی که دشواری ایجاد میکنن نفرت دارم. پولاد خوب هستی صفیه؟ خوبم. الیف کجاست؟ سرآینده‌ای که با بلندترین قله‌های سنتی تاجیک رسیده است. شهریار دولتов. برحمی درد دل ما نمیفهمی. شهریار دولتов بعد از سفرهای خارج از کشور کنسرت نوبتی خویش را برپا میکند. بخشیده به سالی نو ملودی. زکات نمیبردارم در دل کمالم دارم. یارکی به وفای من. شهریار دولتов باز روبروی مخلصان خویش با صورت‌های جدید روی صحنه تاجیک میآید. برگرد کنارم من بیقرارم. کنسرت نوبتی شهریار دولتov زیر عنوانی مجنونی تویم برگزار میگردد. ما که مجنون نبودم تو مرا مجنون کردی. کاخ جمعی 31 دکبر ساعت 12:14. عاشق مشو با دختری راه گذار در دلک جام شوا به خبر. توفای شهریار دولت در سالی نو ملودی مخفی خواهند بان. تلفن ها برای تماس شیتوبت. خیار با 0023 و 0024 زنگ زنید. کد موسیقی را گرفته تگمه دعوت را پخش نمایید. تو همان مهرو وفایی که دلی من نخواهد. تو همان تو را باید بدستی خاطراتی کهنه بیسپارم. من از تو رفتنی یک نازکات مرا دیوانه میکنه. آخر از تو مرا بیگانه کنه. موی سرت شیر جزید ای مردک تو شیدای پیر. برا تبابتش که در شهر الجزایر.
زین آمد